به افتخار دوست هنرمندم حسن ریوندی دست لاینقطع تا اومدنش به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، خانم و آقایان، Ladies and gentlemen، سلام. سپاسگزار از این که منو ضایع کردید با این جواب سلامتون. یعنی فقط فرزاد حسنی رو بیشتر از من تحویل گرفتید چون خوشگل تره، درسته؟ در حالی که شما متوجه نیستین از خوشگلی فقط کچلیش به من رسیده. چه اشکالی داره؟ به این چیزا نباید اهمیت بدیم. خب من صمیمانه تبریک میگم ایام و اعیاد بسیار مبارک شعبانیه رو، مخصوصا پیشاپیش ولادت با سعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. خوشحال میشم هر چقدر که قلبم خوشنود هستید به خاطر این میلاد بسیار فرخنده. ناز قدم‌های آقا امام زمانی دست بسیار با شکوه و طرفدارای تیم آبی یعنی استقبال یا دست بزنن. بله حالا پرسپولیسیاش هست که حتی میبازن هم از رو نمیرن. این پرسپولیسی از بعد روحیه بالا است. اتفاقا من تحصیل میکنم. ما ایرانی ها انسان های عجیبی هستیم. در تمام طول یک فصل فوتبال طرفدارای استقلال و پرسپولیس آبی و قرمز تو سر و کله هم میزنن، دست آخر سپاهان قهرمان میشه. چرا؟ من نمیدونم واقعا چجوری داستان. تو بحث ورزشمون همه چی فرق میکنه. در تمام دنیا فقط ما ایرانی‌ها هستیم که خیلیامون از فوتبال خوشمون نمیاد و هیچ توجهی به فوتبال نداریم، اما 90 دقیقه میشینیم برنامه 90 رو نگاه میکنیم. دنبال حاشیه میگردیم. ورزشکارامون استثنایی هم. فقط یک حسین رضازاده میتونه به عنوان یک قهرمان وزنه‌بردار ایرانی در مسابقات جهانی شرکت کنه و در حالی که یک وزنه فوق سنگین روی سرش گرفته زیر اون همه فشار با ملتش احوال پرسی کنه. بگو دل بر توی غیر تو دل بر چرا هست، دلی دارم خراب و خریدار محبت. بگو دل بر توی دل بری کن تا قیامت، نگاه عاشقم نشسته در نگاهم. بگو دل بر توی تا که باشم شب به راحت، من عاشق برای دیدن تو بیقرارم. بگو دل بر توی عاشقم چشم انتظارم. اگه تو دل بری داری دل مرا میبری، واسه داشتن خودم میزنم به عقری. اگه تو دل بری داری دل مرا میبری، واسه داشتن خودم میزنم به عقری. ای جان با من دار. خیلی متشکرم. من صمیمانه از این 3 نفری که دست میزنن تشکر میکنم. تعجب میکنم واقعا، علیرغم که اکثر شما خوبان میبینید که یک استندآپ کمدی روی صحنه ایستاده، یک شومن طنز، حتی در ارائه یک لبخند یا یک دست ساده تردید داره. میدونی چرا؟ الان دیگه خیلی دیره. فرزاد حسنی میگفت تو سرویس بهداشتی دانشگاهمون رفته بودم، یهو دیدم یک کاغذ چسبوندن پشت در که آب قطع است. منم زیرش نوشتم دیگه خیلی دیره. و یه اوقات خیلی دیر میشه واقعا. اگر شما علیرغمی که برنامه شاد و طنز دوست دارید، من نگاه میکنم تو عکس العمل خودتون تردید دارید، نه اشکال از شماست که بگم انسان‌های بی انرژی هستید و نه من شومن ضعیفی هستم. موضوع اینجاست که ما ایرانی‌ها اصولا انسان‌های لجبازی هستیم که در تمام دنیا فقط یک ایرانی میتونه روی مبل چارزانو بشینه.
میخندی چون این کارو کردی؟ که تو خیابون صف میبینیم، اصلا قبل از اینکه سوال کنیم صف چیه نوبت میگیریم. همه چیمون از این خریدیم، مهمونو خودمون دعوت میکنیم، وقتی میاد خونه آخر سر که میره میگیم آخیش با چرا دعوتش کردی اگه آخرش این چه کاری چه نشماسی بر من دست بزن یه خودم